تا حالا به این فکر کردید که با کشیدن سیگار چه اتفاقی برای بدنتون میفته؟ بیایید تا خدمتون تو 50 ثانیه بگم و مطمئنم آخرش شوکت میکنه. هر پک سیگار گازهای به شدت سمی رو وارد ریه هاتون میکنه که مستقیما به جریان خون شما میره و بین انداماتون تقسیم میشه. همین معضل باعث میشه ریه بعد از کشیدن مداوم خسته بشه و راههای اون مسدود بشه و به بیماریهای رنگارنگی مبتلا بشید. سیگار قلب شما رو هم متلاشی میکنه، همچنین باعث ایجاد سد مانع در شریانهای رگهای قلبی شما میشه که در آینده منجر به حمله های قلبی میشه. اما در واقعیت بعد از یه مدت تنفس شما سخت‌تر میشه. دلیلش هم فقط مسدود شدن راه تنفسی تونه. پس برادر من نکش، اگه هم میکشی حدشو رعایت کن. اگه تو هم میخوای هر روز از این فکتا، دانستنیا و انیمیشنای خفن ببینی